زمانی که جستجوی بینشان شده ها در کراکوسیتی ادامه داشت، دولت اسلامی در نوار مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، اما رسانه‌های روسیه به این اشاره نمی‌کردند. رهبر تلویزیونی ترغیباتی رشا تودی در شبکه‌های اجتماعی اظهارات گروه دولت اسلامی را دروغ خواند. عین زمان خبرگزاری دولتی ریا نووستی در گزارش گفت خلافت کیف ترور علیه روسیه را آغاز کرد. با گفته رئیس جمهوری روسیه، گمانبران حمله به مسکو هنگام تلاش فرار به اوکراین دستگیر شدند. تحلیلگران به این ادعا شبهه دارند. مرز با اوکراین حالا خط پیش جنگ است. از منطقه برянسک به اوکراین یگان گذرگاه نیست. مرز پر از نظامی است. اینجا نظامیان مسلح روس و نیروهای FSB خیلی زیاده. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی اتهام پوتین درباره دست داشتن کشورش در حمله را بی اساس خواند. خبرگزاری‌های دولتی روسیه برعکس به این پافشاری دارند و میگویند افراطگرایان اسلامی یگان اساس و هدفی برای تشکیل حمله تروریستی در مسکو نداشتند. دولت اسلامی در برابر امریکا و ایران روسیه را هم به دلیل شرکت در جنگ‌هایی که داعش آن را جهاد می‌نامد از دشمنان اصلی خود می‌داند. روسیه در افغانستان حضور داشت، در سوریه هم تا امروز با بشار اسد است و علیه مسلمانان قفقاز هم می‌جنگد. به اندیشه گروه دیگری تحلیلگران، فاجعه خونین را کرمل میتواند به فایده خود استفاده برد، از جمله با اعلان موبیلیزاسیون نو نیروهای خود را که بعد از 2 سال جنگ در اوکراین زیر فشار سخت ماندند تازه و بیشتر کند.